طرف یه کار خیری انجام داد، یه جنه اومد بهش گفت تو یه کار خیری امروز انجام دادی، فردا یه آرزو کن، همون آرزو تو ما برآورده میکنیم. اومد به زنش گفت زن امروز نمیدونم چه کار کردم، بچه جنی رو نجات دادم، نمیدونم چه شد، یه جنی اومد بهم گفت فردا یه آرزو بکن، آرزو تو برآورده میکنیم، اما فقط یه آرزو باشه ها. زنش گفت مرد تو که میدونی الان ما 15-16 سال اجاقمون کوره، بچه هم نداریم، بهش بگو از خدا بخوا که یه بچه‌ای به ما بده، دیگه از این بهتر. رفت پیش مادرش گفت نه قربونت برم یه همچه مسئله پیش اومده، زنم که اینه میگه. مادرش گفت نه قربونت برم بچه رو فعلا ولش کن، اونو دیر یا زود خدا بهتون میده، من الان 40-50 سال کورم نابینا، تو ازش بخوا یه چشمی به من بده چند سال آخر زندگی دنیا رو ببینم. رفت پیش پدرش گفت بابا قربونت برم یه همچه قضیه پیش اومده، زنم که اینه میگه، ننمم که اینه میگه، تو چی میگی؟ گفت ننت ول کن، تا حالا خب کور بوده تا آخر عمرش هم مسئله نیست، مسئله شما هم به هر حال دیر یا زود خدا یه بچه‌ای بهتون میداره، به هر حال جا داره، صبر کنین. من اوضاعم خرابه که یه عمر بدهکارم، 60-70 ساله که آه در بساط ندارم، خونه اجاره‌ای، بدهی مردم، هزار خاک تو سرم رفت، یه پولی بده بلکه مثلا زنت بریم یه دکتری جایی مثلا بچه دار. هر چه نشست فکر کرد به زنم اهمیت بدم، زنم برام یه ارزشی داره، به مادرم اهمیت بدم، مادرم یه ارزشی داره، به پدرم اهمیت بدم، اونم یه ارزشی داره، به کدومش بی‌محلی کنم؟ نشست فکر کرد، فکر. فردا صبح رفت به جنه گفت، بهش گفت فقط یه آرزو، گفت آرزو دارم که مادرم بچه‌مو تو یه گهواره از طلا ببینه. ها؟ آره، آدم اگر این مغز رو راه بندازه مشکلش امکان نداره، امکان نداره مشکلی برای شما در ظرف شما، در ظرفیت شما، در مدار تقدیر شما مشکلی به وجود بیاید که با افکار خودتان و در استعداد خودتان نتونید اون مشکل رو چی؟ حلش کنید. امکان نداره.